خدای کند همه حافظه و همه دخترک و رنگی سوره بانو شوهر کنید براتون بخونم. زنده باشه. آیا راست است که شما زن کلان هستید؟ نه اینش اگر نه با او گوید که زن دیوم بگیرید. من داری که من ترسید که زنه من از شما نمیترسم. در لبی آبی چه خیلی بود شبی محتابی نازنین خوابی ما میرم خواب میرم دیر شید. نه توی برام تا هم که قبارو باید بکنی 27 سمان متر میگه گفت بگیر چون کوی میکنی ارول تو پانتون میکنی میخری این دو مرغ مرج. Audio Jungle. سلام علیکم بینندگان و مخلصان برنامه 10 شرط. باز پای خدمت شما اومدیم. مهمان نوبتی برنامه ما هستند حجب نگار شناخته گروه عربشو کمپانیا فخردین عربشو. مهمان را سرول به برنامه خوش آمدید میگوییم. رحمت. یادآور میشویم که شریک برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر موی سر شما میریزد و یا خود را فربه و یا خراب کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد، پس به رقم های در اکران بوده تماس گرفته داروی لازمه خود را میتوانید دسترس کنید. Audio Jungle. بار دیگر مهمان رو به استودیو خوش آمدید رحمت میگیم عبدالرحمن جان. و به برنامه 10 شرط. مخلصان برنامه بسیار خواهش کردن که ما بیشتر با حجب نگاران برنامه رو گذرانیم، چون که سوال هایی که یا شرط هایی که در این قطعه ها هستند بیشتر شرط ها یا سوال های حجوی هستند و شرط برنامه ما همین است که در همین 10 قطعه یک شرطی جای دارد و شما به نوبت هر قطعه رو کشوده شرط ها رو خونده اجرا میکنید. در صورتی که شما اگر 10 شرط رو پورا اجرا کردید از جانب برنامه ما به شما 200 سومونی تحفه داده می شود، یعنی هر شرط 20 سومونی 10 شرط 200 سومونی. اگر همه شرط ها اجرا کنی بله اگر همش نکنی چی؟ نه همش اجرا کنی 200 200 سومونی 20 قطعه دیگه بیار. برنامه ما 10 شرط نام نه دارد. بیایم 30 شرط کنی. 30 شرط کنیم برای ما وزنی میغلطه. نه شما خودتون 3 کسی در این کانال. آماده باشین. اگر شروع میکنیم از شرط اول رو میگیم. مثلا کدام قطعه که خود شما میخواهید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میم برام در هم گربی تاجیکستان. بلند شرط رو با ایران گمو قایترموی ما دا تشتا و چی بکرد دودی هم ترید بود. دیگه اشمو پیچدنوی بوده بود. اما روچکا و قلم قد بود میرفت دارم. آوازی 3 پرنده خانگی رو اجرا کنید. بله شما حجم نگار هستید، هنرمند هستید، نقش میآفرید، فکر میکنم که برای شما این هیچ دشواری نداره. نه یکم پرنده اگر 10 پرنده باشه شروع میکنید. یکم پرنده چی کنید؟ این آوازی مرغ بوده. این دو مرغ مرج. مرغی ایشی بود. ولی اگه از بگه که هندو که زود بوده مرغ زود سیم شکنم سیم شکنم غاد 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 باق 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 ایچ مرغوی خیلی زنده بود. عجیب سلامت باشید. من چگونه دیدن مخلصان عزیز فخردین قیترمه از اجرای شرط اولی برنامه به خوبی بر اومدن. مرحمت قطعه دویم رو میگیریم. عبدالرحمن جان ایشیه خود رو یک لحظه رئیس یا وزیر تصور کنید. تصور کنید که شما رئیس خوجگی دهقانی نمیدونم یا رئیس یگان کارخانه
یا وزیر یگون نمیدونم نقلیات هستید یا اینکه وزیر معارف و تندرستی هستید، یک لحظه خود رو وزیر یا رئیس یگون ساحه تصور کنید. بدرو سو بزایجو خب مالی نه خونده چی موهیت داشت چی مضمون داشت عریضه نه او تراش در کتیبه فهموندگه و تلفن سلامت باشید. بله از اجرای شرط دوم مرامت قطیچه سیم رو میگیریم. شرط سیم رو میبینیم که چی نوشته شده است. بسم الله علاقه 40 سومونی کار کرد. طریق برنامه ما با یگون حافظه دوست داشتد اظهار محبت کنید. بله با یگان هنرمنده که شما رو دوست میدارید. نمیدونم اکتریس هست یا اینکه آوازخوان است. با چی چقدر یکم همین خیلی این برنامه سخن ما قطعی در هم. بگین که همین خیلی طرف کامیرا نگاه بله. کردم تصور کنید که نمونه رو برای شما است، شما رو دیده استودید یا با اون مراجعت میکنید طریق برنامه ما که شما رو دوست میدارید، عاشقش هستید. منیژه است، شبنم است، نگینه است، نمیدونم نازیه است یا یگون نفر دیگر است یا یگون اکتریس خارجی است، نفری را که دوست میدارید. نگینه جان متر دوست میدارم، ما عاشقی رویت، عاشق ابرویت، عاشق آواز خوشروی تشت میم. نگینه جان مرا تنها نگذار، التماس میکنم. دمیربک کدت کن. ها گفتی عبدالرحمن دمیربک کدت کن. اما دمیربک چی کم داره؟ نگینه جان یه شیرکت میگم، مرا چند بار فریاد کردی گفتی بیا بیا بیا، گفتی اومدم نبودی. چی با در وزارت فرهنگ نبودی؟ پیشوت اومدم. کمیته تلویزیون رادیو دم نبودی. اوجا هم نبودی. انسامبل دریا اومدم، گفتن دریا کشتیش دب رفته سفینه. مرا کیدت کردی نگینه جان ای نگینه، پیشت آمدم مدینه، در خونتان تو نبودی، راست شب بگو کجا بودی. من در خونه بابام بودم، تو گفتی سیکه نگینه، در پیشکی مامان بودم. ای رو تبت کنم ترخ لجدت کدم، نیامدی کیدت کدم. سلامت باشید. و از اجرای شرط سیوم نیز به خوبی برآمدید. من قطیچه چهارم رو میگیرم. دو ساعتی میشید حضور بودن یا قطی دو ساعتی میشید؟ اما میشه اینجا همین مخلصان با کانال ما ابونه شوند. وقتی که شما با کانال ما ابونه میشید یعنی پادپیسات میکنید، ما رو دستگیری میکنید، برنامه های ما باز هم شوق آور میگذرند. اگر چقدری که پادپیسچیکای ما زیاد شوند ما کوشش میکنیم که همین قطیچه ها رو زیاد کنیم. یک تزگویا که شخ گوید، یک تزگویا که شخ گوید. تزگویک میدونه تزگویک خرکفتر بچه کد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کد خرکفتر بچه کد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کد خرکفتر بچه کد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کد خرکفتر بچه کد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کد بچه نکنم خرکفتر. برای چی بچه نکنن؟ خرکفتر بچه کد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کد. این نباشید. برای شرط دیگر رو میبینیم. از اروده این شرط با خوبی بر آمدن. بسم الله الرحمن الرحیم. با دونجوان زنگ زده گوید که برای چی با گروه عربشو بار نمیگردد. امروز دونجوان تنها فعالیت میکند، کانال خود رو در یوتیوب دارد، در صحنه‌های شما کم برآمد میکند. با او زنگ میزنید
خواهش میکنید که یا سوال میکنید که برای چی به گروه شما نمیآید؟ بعد اون را سوال میته که خود در کجا میگردی؟ انا ما او را میگم که ما علاکه میگم برای چی؟ برای که عبدالرحمن جان صنعتکار هنرمند باید همیشه پرنده آزاد باشه. من فکر میکنم کسی گپا میگه وابسته نباشه. برای که خودش آزادی گفت زنگم بزن با فکر من گپا میگه. اگر زنگم زنیم همین گپا میگه. زنگ نمیزنه. چی با زنگ بزنیم؟ خیلی زنگ زنه کنی چی میگن؟ ما میخوایم مخلصان دونن خیلی زنگ زنیم پرسیم. Audio Jungle. فخریدینم نیم در برنامه 10 شرطی عبدالرحمنم نمیجا سوالم دوده که با دونجان زنگ زن بگوشه که برای چی ای گروه عربچو رفتی؟ نه ایسا که با دونجان زنگ زده گوید که برای چی با گروه عربچو بر نمیگردد؟ وقتی گروه عربچو ما جدا نشدیم ما یه جایی میگه ساناچو را توقع میکنه خیلی سواله عبدالرحمن بگوش کنه که آخی ما یه گفت که ما ده جایی که بشینیم ما گفت میگم که ما یه جایی ما پروسه وقتی ما جمع بشیم یک تمام کور داریم باید بسیار وقت یک جایی بگو کنه سانوی من همون یک جایی که بگیم که سانو را سانوی که جمع شیم در سنگتوده ایم اگر جمع نشیم در دوشنبه ایم بله تونتلا میرزایف در شبکه ورزش های آها. در اسماعیلوف در کلوبی ورزش های فدراسیون بله خیلی کامل در دغره ما در سیرک دولتی هم فخردین در دیگه تو جمع میشیم که خودش باید بفهمه مردم تو جمع میشی مگر هم بود تقسیم کنی و ضرب کنی و بود بگون مالی ماتماتیکا بیاری جوی نیست که دیگه همه در تو جمع شو کارو بود کنی تقریبا روزی قفام را جمع کنه و سر کنه با آفرین یکی خطی میرخمه دو اوه سلامت باشه تام مالی رحمت خوب خوب نه باز نمیدونی چی گفت هم دنیا داخل بسم الله الرحمن بله شرط دیگر رو میخونیم. با 3 هنرمند مشهور صنعت تقلید کنید. بله شما هنر خوب تقلید کردن هنرمندان رو دارید، هم خانمان هم مردان. با 3 هنرمند مشهور صنعت تقلید کنید. فرق نداره؟ فرق نداره، زن است مرد است. ای کجای بشنم؟ میتونه سخنرانیشونه، میتونه سرودخوانیشونه. شما بیشتر من دیدم که نجیب الله سعید رو خوب تقلید میکنید. استادی که دورو یک کنکورسی میگفت فخر یا توی برام تا هم جای قبارو باید بکنی 27 سمان متر میگفت دیگه چون کوی میکنی ارول تول پانتر میکنی میخری باید روز دیگه گفت باید اون توی دیگه شاید دعوت نکنم باید روز دیگه فردم که خیلی تلفنم که گفت فخر تو لبا استاد خیلی کجا گایی؟ تو خونه داخلی سروش میاد تاکسی 69 دبشی به خونه ما را بیو خبر اومدم یک نکسی که برام داشتم نکسی سفید رفتم هم بر اومدم دهن در خونه‌اش درستم خیلی این وانا قد یک جو اومدی این یک هنرمنده باز دو هنرمند دیگه دیمش که مطلوبه جون سلامت باشه در تویت ما را دعوت کردی نه درست پیش توی مطلوبه جون بود ما در توی مطلوبه بر اومد کردیم امروز بود در چهره آشنای عبدالرحمن جون بودیم بوینا در برنامه 10 شرط خدای کند که 10 شرطی به خاطر همون 200 سومونیش 1000 شرط شود همه سوالوش جواب بدیم اگه ما همه 1000 2000 3000 دو مختگیم برای هم کمتری گفتیم خدای کند همه حافظه و همه دختر کورنگی سوره بونو شوهر کنه زنده باشه. و چگونه که دیدید مخلصان عزیز از عهده 6 شرط به خوبی برآمدن، من 4 شرط دیگر مونده است. ما میگم تو همجا میگی تو همجا میمونی نه خوغازوش حلش میکنی نه با نگینه امونقل و تقلید کنید نگینه شما رو با او اظهار محبت کردید. باوری دارم که
از عهده تقلید کردنش هم به خوبی میبره. وای اوزه او جدیز میخونه خودیزم خود دیز خنم دو الفابی نداره نوتوی شاید نیست سرودخونیش این نوتوی بود در همون نوت نیست. یگان حرکتش رو سخنرانیش رو میتونید تقلید کنید. در لبی آبی چه خیلی بود شبی مهتابی نازنین خوابی ما میرم خواب میرم دیر شید. میشود به هر حال قبول از شما حاجی نگار هستید. شرط دیگر رو میگینید. از به یک دقیقه کجون مرحمت شرط دیگر رو میخونه. شرط ای هشتم بده عبدالرحمن جان. بله هشتم. یک لطیفه شوخ قصه کنید. اکل لطیفه با گفتیم انیکدوت انیکدوت افندی. انیکدوت. یک مردک هر روز قطعی خیلی همین زنش جنگ میکنه جنجال میکنه در زندگی. یا روز خیلی جنجال میکنه خیلی ما جوی خونه رو میگیره ایسوس میپرته تی تپید میکنه. خیلی بعد کم تر پس همسایش فریاد میکنه میوید همسایه میگه خیلی یو نمیشنون. یادم پس که میاد درش هم میکشه که خونو هم دوری خونو هم تی تپید که همسایش میبره تایفکش همین خلات شاخو کنه که در تنش همسایه میگه تینجیه میگه تینجی میگه ای خو خزون دو نفر کرد میگه نه گابزا اباش میگه کوچیدستی خونو هم تی تپید میگه نه کوچیدستم چیکار پای میگه خام جو جزیر تی تپید میگه خطی انگار جنگ شده میگه میگه بعد میگرده که نگاه میگه که همون خونه اسپانیشته دیوانش تی تپید شکستگی هم خیلی یانگا بولو دا خوبه. بعد میگه بعد دیوانه چی باشه شکستگی میگه بو شب خطی انگار اوشتی شده دیوانش. بله و مرحمت شرطی نهم رو میگیریم. ایش ململکی ندیک ململکی آیا راست است که شما زنکلون هستید؟ نه اینش اگر نه با او گوید که زن دیوم بگیرید. من از طریق برنامه ما اگر نترسید بگید که زنک من از شما نمیترسم من زن دیوم میگیرم. همین کدام مردک به فرمون زنش یک قدم پیش میبروید. کدام مردک برو میگه میبروی بدرو میگه میدروی. نیکی خیلی در شریعت روای زنم روزی باشه میگیرم زنی دیم. نیکی اگر میخوام که اول اوده یوش امی زنم یوش گفتم میبخشش اوده زنم دو تا فرزندم ببرم خیلی باید میگیرم. خدا خواهد میگیرم. نه چی با بترسم ای خدا میترسم. بله قبول است. من شرط دهم رو میگیریم. قبول است الله که شما از مانیجا رفت تمام شرط دار اومدید. یعنی شرط دهم تقلید کردن با گریه. زنده باشه عبدالرحمن جان. رحمت برنامه‌تون بسیار مد معقول شد. زنده باشین. شما هم دو برنامه داشتین در حقیقت برنامه خوب بوده. ما اگر میفهمیدیم بر وقت سردممون قطع بکده می اومدیم. و تشکر میکنیم که در برنامه ما شرکت ورزیدید و چگونه که مخلصان عزیز شما دیدید فخرالدین عربشاه از عهده 10 شرط به خوبی برآمدند و از جانب برنامه ما با اون کس 200 سومانی هدیه کرده می شود. زنده باشه. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. بینندگان عزیز شما برنامه 10 شرط رو از کانال توجیکان گروپ تماشا کردید و با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نکنید. خیر تا برنامه های دیگر.